معمولا این گوشای ایرپاد که خیلی راحت گم بشه، هر مدل ایرپادی که داری تو 3 پرو وقتی این گم بشه تو محیط اطرافت به راحتی میتونی پیداش کنی. با من همراه باش بهت بگم چجوری اشتراک گذاری فراموش نشه. خب واسه این کار نکنید اول باید حتما فایند مای شما روشن باشه. یکی اینکه این قسمت اپل آیدیتون که میرید این فایند مای باید روشن باشه و این وصلیه که واسه ایرپاد رو هر مدل ایرپاد دارید اینجا نکنید. اگه وصل نیست اینجا بیاید اینجا فایند مای رو بزنید و روشن کنید. در واقع واسه که میگم منظورم روشن بودنه. بعد از این کار خب اوکی، الان میخوایم ایرپادمون که گم شده پیدا کنیم. هر مدل ایرپادی که داری ما اینجا فایند مای رو سرچ میکنیم که خودش اینجا هست، من سرچش میکنم. این برنامه رو باز میکنیم. هر چی که بهش وصل باشه به گوشیتون نشون میده، فقط تو برد اطرافشه، یعنی تو فاصله 10 متر 15 متر تو خونه تقریبا، چون این صدا رو باید گوش کنید. بعد این پلی ساوند رو میزنید، وای میسیدین کانکت بشه و از ایرپادتون صدا در بیاد. اون محیط خلوت باشه کمکتون میکنه خیلی بهتر. بعد این گزینه میاد باید بدنی پلی ساوند. خب الان ایرپاد صداش در میاد، اینجا مینویسه، البته باید وایسید این گزینهش اینجا بیاد. الان نگاه گوش راست در واقع گم شده و باید صدا بده. الان داره صدا میده، باید آروم گوشش کنید. حالا پیداش میکنیم ما. ببینیم کجاست. صدا اینجا میاد. ببینید این صدا از ایرپاد در میاد. به همین راحتی میتونید ایرپاد گم شده‌تون رو پیدا کنید. اگه فکر می‌کنید مفیده حتما واسه دوستات بفرست. مرسی.